سلام و عرض ادب خدمت اعضای محترم باشگاه کلوت سواران و همچنین علاقه‌مندان به خودروهای دو دیفرانسیل. تو این ویدیو میخوام مختصری در مورد نحوه استفاده از کمک های گیری بوکس، کمک سبک و کمک سنگین و شرایط نگهداریش براتون توضیحاتی رو بدم. ببینید، برای استفاده از کمک های گیری بوکس اولین کاری که میکنید ماشین توقف کامل، دنده تو حالت خلاص قرار میگیره. تو نسخه دستی و اتوماتیک فرقی نمیکنه، خلاص. انتخاب حالت گیر بوکس اتوماتیک، گیر بوکس کمک رو انجام میدید. حالا ما اینجا 4H انتخاب میکنیم، میایم توی صفحه کیلومتر شمار، تأمل میکنیم چراغ 4H به همراه نشانگر فعال شدن دیفرانسیل جلو ثابت بشن. به محضی که ثابت شد، شما کمک گیر بوکستون فعاله و میتونید به حرکتتون ادامه بدید. حالا نیاز دارید که از کمک سنگین استفاده کنید. مجدد میایین فوق حالت گیر بوکس تو حالت خلاص، 4L این دفعه انتخاب میکنید، تأمل میکنید تا 4L توی صفحه کیلومتر شمارتون به صورت ثابت بشه، بعد شروع به حرکت میکنید. حالا ما اینجا حرکتمون رو با کمک سنگین شروع کردیم، حالا و به سمت جلو هم همینطور. در نظر داشته باشین که تحت هیچ شرایطی اگر یک کدوم از این چراغ‌ها فعال شدن دیفرانسیل جلو و یا حالت‌های گیر بوکس کمک سبک سنگین به صورت چشمک زن بود، بدونید که یه ایرادی در کار هست و فعال نشده. تأمل کنید تا ثابت بشه. اگر ثابت نشد، به صورت چشمک زن بودن، بدونید که یه مشکلی هست و باید به نمایندگی مراجعه کنید. برای غیر فعال کردن کمک های گیر بوکس هم باز به همین شکل، ماشین گیر بوکسش تو حالت خلاص، تغییر حالت میدیم به 2H. یه صدایی از زیر خودرو به گوشتون میرسه که نشون میده که هم دیفرانسیل جلو غیر فعال شد، هم از حالت 4L یا 4H خارج شد. الان ماشین آماده به حرکت و میتونید حرکت کنید. حتما در حالت ایست کامل این کارا رو باید انجام بدید. تا لحظه‌ای هم که چراغ‌ها ثابت نشدن، به هیچ وجه نباید خود رو حرکت کنه. یه نکته دیگه هم که خیلی دوستان سوال میپرسن، باز شرایط محیطی و جاده‌ای خیلی تاثیرگذاره تو این قضیه که میخوام عرض کنم. اما تو استفاده از کمک سنگین حتما چراغ دکمه ESP رو بزنید و ESP ماشینتون رو غیر فعال کنید که توی صفحه مانیتورم به این حالت به شما داره نمایش میده که ESP ماشین رو غیر فعاله. چون فعال بودن ESP باعث میشه که توی زمانهایی که شما به حد اکثر گشت‌آور موتورتون نیاز دارید، باعث میشه گاز رو قطع کنه و دوچار مشکل شما رو بکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون آموزنده بوده باشه. انشالله ویدیوهای تکمیلی هم به زودی خدمتتون ارائه خواهد شد.